دوستان عزیز، پیش از ویدیو رو سر کردن پایان فرامده لایک رو مونید، بعد به حضور تماشا کنید. دوستان عزیز، در کانال ما подписаться کنید و در ویدیو لایک کنید. همنوار همراز شما. خوب، سلام علیکم دوستان عزیز، من هستم با شما علی اکبر. خوش آمدید به کانال همنوار. بله، بسیار کامنتاری ها را دیدیم و از اون کامنتاری ها فقط فیلم صداقت رو ما انتخاب کردیم. میخواهیم که امروز درباره فیلم صداقت کمی صحبت کنیم. Açılabilir. Bilemiyoruz, bekliyoruz. دوستان عزیز، چطور که میدونید در تاجیکستان فیلم حامیان بود و بعد فیلم حامیان صداقت برآمد که در فیلم حامیان و صداقت یگید بازی کرده بود با نام آرهان بیقلی. ما در کامنتاری 10 نفر زیاد نفران رو دیدیم که مثال فیلم صداقت رو انتخاب کردن که ما فیلم صداقت رو همین خیلی با دیگر نوارها خیلی که میدونید نوارهای پیشتر رو ما تیار کردیم. مخلصان ما هم خواستن که درباره فیلم صداقت برای ما و یک صحنه داریم عارف و عایشه‌گل کمی میمونیم و بعدا نگذرونیم به حضور تا آخرش تماشا کنیم. Oranın silah da iyi değil mi abi? İyi, 5, 4. 2, 1. Evet. Hatta. Tamam, aldık, güzel. ما طرز نوار گرفتن فیلم صداقت را برای شما میمونیم در همین نوار و میخواهیم که با دقت تماشا کنید، حلاوت برید. Ay Allah'ım ya Rabbi ya. Daha başladı bomba yani. Evet 5. Aç. Ya yeşilli kim? Yeşilli kim? Evet. Hakkı sonu çok görme Hakkı. Evet. Ver köpüğü. Ver köpüğü ver. Önden ver. Bırak. Pantolona yap, pantolona ha, laf. Sus be adam. Evet güzel. Yüzüne yap, yüzüne. Tamam gel. Laf. Delikanlı mısın lan sen? وقتی سنیونکا کردن داد غلطیدنش هم ممکنه، یکی ایراستی هم زدنش هم ممکنه. خلاصه در فیلم همه چیز شدنش ممکنه. برای همین بسیار مهنت میکنن در فیلم. این چنین ما هم برای شما یک مهنت خود رو پیشکش شما میکنیم.
و برای مهنت من یک لایک رو دریغ ندارید و در کانال ابونه شوید. خوش بینندگان عزیز، این بود یک نوار دیگر به پایان رسید. این گونه نوارها را اگر بسیارتر خواهید حتما در پایان فیلمی میخواستگیتان نویسید، ما تیار کرده پیشکش شما میگردانیم. فقط این چنین میشود هر یک فیلمی که شما میخواهید، مثال در برای فیلمی فورساژ گفتن، مثال از فیلمی فورساژ 5 نفر در کامنتر یاد نویسد، قبول نمیشود. خوش، این بود یک نوار دیگر به پایان رسید. اگر ویدیو به شما پسند آمده باشد حتما لایک مونید و در کانال ابونه شوید. باقی سربلند و خانه آباد باشید.